وقتی خود را فقیر می‌بینی، به کسی نگاه کن که کمتر از تو دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به کسانی نگاه کنید که از شما پایین ترند، نه به کسانی که از شما بالاترند، زیرا این کار باعث می شود نعمتهای خدا را کوچک نشمارید. روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم. این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ما می آموزد که آرامش در مقایسه با ثروتمندان نیست، بلکه در شکر نعمتهای الله سبحانه و تعالی است. ثروت واقعی زیادی مال نیست، بلکه ثروت واقعی بی‌نیازی دل است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: لیس الغنا عن کثرة العرض ولکن الغنا غنی النفس. ثروت فراوانی مال نیست، بلکه ثروت بی‌نیازی دل است. صحیح بخاری و صحیح مسلم. پس اگر امروز ایمان داری، سلامتی داری، امنیت داری و می توانی الله را عبادت کنی، بدان که نعمتهایی داری که با هیچ ثروتی قابل خریدن نیست. الحمدلله علی کل حال.